علیه و سلم می‌فرماید من در شب معراج دیدم بر روی درب دوم نوشته بود که هر کس روز قیامت می‌خواهد شاد باشد باید 4 تا کار را انجام دهد. همه از دستی گناهکاریم شد آخیر انجمن ماییم جمالت تا و کی ماییم به جای غیبت مولا جهان بگرفت و زنگی کو بلکه در درون خانه های ما و در درون بسترهای ما و در فرزندان ما امروز چون جنگ را امروز روا داشتند و به روی کار آوردند. مذهب ما مکتب ما برآورده بفرما اله پروردگار راه این ملت و مردم را به سوی صلاح رستگاری فلاح و سعادتمندی دنیا و آخرت خودت باز بفرما. مهمانانی گرانقدر و دوستدارانی اهل بیت را در این مکان مقدس از لسانی گرم و با محبت همه مردم منطقه حوزه سیشینیه مخصوصاً از لسان گرمی بزرگان این مردم خیر مقدم و خوش آمدید میگویم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما اسمت الله که با تلاوت زیبای کلام الله مجید آغازگر مجلس امروزی ما شدند و همکنون گوش جان می سپاریم به سخنان چند از محترم شیخ نصرالله سلطانی. البته معذرت میخواهم از اینی که وقتها چون کم است تعیین شده است، هر کی باید همون طبق وقت تعیین شده سخنانش را تمام کند. البته خرما نتوان خورد از این خاک که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم که ریشتیم، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گروه سرود مکتب سنگپور تقدیم می‌کند. آنکه با عشق حسینی گشته همدم زینب است، آنکه با عشق حسینی گشته همدم زینب است، آنکه با عشق حسینی گشته همدم زینب است، آنکه با سر شهادت بوده همدم زینب است، آنکه شور افکنده با شور حسینی
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی محمد و آل طیبین الطاهرین و لعنت دائم علی اعدائهم اجمعین. علمای محترم، اساتید بزرگوار، بزرگان، پدران، مادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در نخست شهادت سرور سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش و همچنان ایام زینبیه را به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و همچنان به تمامی مسلمانان جهان بالخصوص اهل حاضر در مجلس تسلیت و تعزیت عرض می‌داریم. حضوری شکوهمند و با معنویت مردم عزتمند دایمرداد و حصه اول بهسود را در این مجلس پرمعنویت زینبیه در حسینیه بقیت الله الاعظم دایمرداد خوش آمدید و خیر مقدم عرض می‌نماییم. برگزاری همچون مجالس معنوی دینی، اجتماعی و فرهنگی تجلی از اتحاد، وحدت، هماهنگی و مدیریت درست شما مردم عزتمند است. از هماهنگی و زحمات همه کسانی که در برگزاری این مراسم زحمت و تلاش کردند ابراز سپاس و قدردانی می‌نماییم. ثانیاً تشریف آوری عالم فرزانه و ربانی این دیار حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ کاظم صالحی را از کشور دوست و همسایه و وطن و این منطقه خوش آمدید و خیر مقدم عرض نموده و حضورشان را گرامی می‌داریم. ما باور داریم که اندیشه های بلند، تجربه های ارزشمند و دانش ژرف ایشان چراغ خواهد بود در مسیر توسعه علمی و فرهنگی جامعه ما. علما وارثان پیامبرند. علما ستون دین و راهنمای جامعه است. مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. جوهر قلم علما برتر از خون شهداست. عنوان سخن و مقاله ما نیز در مورد اهمیت علم و دانش، تعلیم و تربیت است. اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت خلق کرد. بس مهم و با ارزش است که شروع وحی الهی با حکم اقرأ یعنی بخوان شروع شد و همین آغاز رسالت پیامبر با همین آیه شروع شد. پیامبر اسلام می‌فرماید طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه. آموختن علم بر مرد و زن فرض است. این روز جمعه است. همه اموات در انتظار است. بر محمد و اهل بیتش صلوات. صلوات جنوب را جهتی تعجیل در ظهور مولانا صاحب الزمان بلندتر بفرستید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد طيبين الطاهرين المعصومين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما رأيت إلا جميلا. با کسب اجازه از تمام پدران، مادران، برادران، خواهران و از
سلسله جلیله روحانیت میخواهم چند دقیقه خیلی مختصر درباره سرور مذاهب شما بشنوم. کی شود مهدی بیاید یا حسین، کی شود مهدی بیاید یا حسین، درد ما درمان نماید یا حسین، کی شود آوای تو از نای او، از کنار کعبه آید یا حسین، کی شود خورشید روی فاطمه از پس پرده درآید یا حسین، از پس پرده درآید یا حسین. اجماعاً صلوات. ما دو گونه سرور داریم، یک سروری دنیوی، یک سروری اخروی. وقت بسیار محدود است، از سروری دنیوی میگذریم، میپردازیم به سروری اخروی با کلام حضرت زینب که در هر مجلس در شام و کوفه بارها حضرت زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا. دومین سرور اخروی است که قرآن می‌فرماید روز قیامت بعضی از چهره‌ها شاد هستند. لقاهم نظرت و سرورا، بعضی ها شاد هستند و جوشان با شادی هستند. در این حدیث که خوانده شد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید من در شب معراج دیدم بر روی درب دوم نوشته بود که هر کس روز قیامت می‌خواهد شاد باشد باید 4 تا کار را انجام دهد. مسح رؤوس الیتام، یعنی محبت کردن به یتیم، دست یتیم را گرفتن، یتیم را سر و صورتش را نوازش کردن. اینها در کاری که من و شما میخواهیم در قیامت با سرور با شاد باشیم باید یتیم نوازی بکنیم. باز میفرماید و تعطفوا علی الارامل، لطف و کمک و زنان بیوه، زنانی که دستشان سرپرست ندارند، دستشان از کارهای سنگین و ناروا کوتاه است، و زنهای بیوه باید من و شما کمک کنیم. زنهای بیوه را باید با یتیمانشان نوازش کنیم. ای که نامی تو ز غوغای جهانت پیداست، عالم ار محو شود نام نشانت پیداست. ما ندانیم تو کی بودی و چه کردی و کجا کشته شدی، لا مکان از اثر گرد مکانت پیداست. گفته بودی که شبم کشته و ذلت نکشم، گفته بودی که شبم کشته و ذلت نکشم، و ز آزادیت از طرز بیانت پیداست، و ز آزادیت از طرز بیانت پیداست. با کمال تقدیر و تشکر از برادر محترم آقای حسین داد هزاره که با سخنان شیوایشان همه را مستفید گرداندند و همکنون از حجت الاسلام و المسلمین آقای شریفی دعوت میکنیم الی 10 دقیقه سخنانشان را ایراد نماید تا آمدنشان در جایگاه صلواتی بلند مرحمت
البته متقاضیان دیگر هم هستند، با خاطر که وقت برای اجاقای صالحین نمیماند از همه معذرت میخواهم. هیچ کسی باید دلخور نباشد چون وقت محدود است، خیلی کم است. همکنون هم برای آقای صالحی و آقای سلطانی وقت خیلی محدود خواهد ماند. صلوات بلند مرحمت الله. جهان صلوات مرحمت برای روی امواتتان صلوات دیگر را نسخت نمود. برای اینکه خداوند متعال ما و شما را ببخشد و بیاموزد صلوات دیگر را نسخت نمود. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. سلامون علیها قرار گرفت. اما چیزی که مهم است این است که ما باید دو مطلب را بدانیم. یک، هدف از قیام و نهضت امام حسین علیه السلام چی بود؟ دو، ما از این قیام و از این نهضت چی بیاموزیم و چگونه استفاده کنیم. وظیفه ما مهم است که ما اول بدانیم هدف امام علیه السلام چی بود و ما چه استفاده از این نهضت و از این قیام داشته باشیم و فرق مجاهدین با قاعدین چیست که همین آیه مبارکه می‌فرماید که مجاهدین و جهادگران در راه خدا با آنانی که نشستن و دست روی هم دست گذاشتن خیلی برتری دارد و فضیلت دارد. امام علیه السلام با چند هدف این نهضت و این انقلاب عاشورا را رقم زد. یکی این که دین خدا را زنده کند و احیا کند، که دین خدا در سایه شوم حکومت نحس بنی امیه و یزید و کلی نزدیک به اندراس و نابودی و از بین رفتن بود که امام حسین علیه السلام با شهادتش همراه یاران بزرگش دین خدا را و سنت پیغمبر را زنده کرد. دو، هدف دوم از قیام امام حسین زنده کردن اساسی ترین اصل اسلامی که عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر و رفتن و حرکت کردن در راه جدش پیغمبر و امیر المؤمنین پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. اینها نشان دادن راه است برای ما که باید ما از قیام عاشورا بیاموزیم که یکی از اهداف امام حسین علیه السلام زنده کردن اصل امر به معروف و نهی از منکر بود. میگه در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر نباشد ظالمی در اون جامعه مسلط می شود و ظلم و تعدی را در حق مردم اجرا می کند و مردمی که مظلوم واقع شده است هر قدر که دعا بکند در پیشگاه خدا تضرع بکند دعایش مستجاب نمی شود. بنابراین به عبارت دیگر امر به معروف و نهی از منکر یک مسئولیت همگانی است که باید هر کس در اندازه علم و دانش و فهم و مسئولیتشان باید دستورات خدا را برای مردم بیان کند و از بدیها جلوگیری کند. و هدف سوم
اجتماعی و یا مبارزه با ظلم و یا اقامه حکومت عدل الهی است که هدف از نهضت امام حسین بر پایه دوباره حکومت عدل الهی و علوی و اون حکومت نبوی و پیامبر عظیم شأن اسلام بود که امام حسین علیه السلام با یارانش خود را در راه زنده کردن حکومت علوی و اسلام ناب محمدی قربانی کرد و فرموده به حال ما چرا ای حجتی حق ناشکیبایی به حال ما چرا ای حجتی حق ناشکیبایی هم از دستی گناهکاریم شد آخر انجمن مایی جمالت تا و کی مایل به جای غیبت مولا جهان بگرفت و زنگی کو نقاب چهره بگشایی اگر آتش بریزد بر سری ماشین و کی دارم بدارم من ظهورت بر سر و هر یک شور و غوغایی به یاد آمد از آن ساعت که با صد ناله‌ی جانسوز حسینی تشنه لب شمری لعین کردین تمنایی که ای شمر از آتش دلم بگروفت جانم سوخت به ته یک قطره آبی کم گردد ز دریایی به تنه گفت شمرش یا حسین این تشنگی از چیست تو می گفتی ابوالفضلم بود سرفیض سقایی کجا گردید اون دستی رسا شد کجا عباس علم یک جانب افتاد و دو بازوی رسا جایی اگر گویم دل از سوزد که اکبر بی کفن مانده چرا زنسان به زیری تی من مانده و تنهایی بکشان و زبان در حرکات و گل و گلزار رسول حضرت زهرا صلوات ارزش‌های دینی و انسانی آمد پایه‌گذاری کرد. 10 سال پیامبر توانست یک سری ارزش‌های قومی را در جامعه حاکم بسازد که انسان‌ها به عنوان خلیفه خدا محترم شمرده شوند، انسان‌ها دارای ارزش باشد، زن ارزش داشته باشد، خانواده ارزش داشته باشد، مدنیت دارای قانون باشد، ارزش‌های مدنی در جامعه شکل بگیرد و مردم در سایه قانون و حکومت قانون زندگی کنند، ناامنی‌ها وجود نداشته باشد. اما چی می شود که 50 سال بعد از این جامعه و از این زمان می گذرد؟ 50 سال گذشته است بعد از پیامبر بزرگوار اسلام و این دوره بسیار اندکی که پیامبر یک جامعه مدنی دارای قانون و حاکمیت و ارزش‌ها را پایه‌گذاری کرده است می‌گذرد. یک باره آنقدر جامعه سقوط می‌کند که یک انسان عادی نه، یک انسانی که به عنوان حتی اصحاب پیغمبر هم نباشد، نه کی از اصحاب نه بلکه از نوادگان پیغمبر، از جگرگوشه پیغمبر، از آن کسی که بالاترین سفارش ها پیغمبر نسبت به او نموده است، او حسین بن علی علیه السلام، یک باره اینقدر ارزش، مرتبه و مقام او که یک روز جایگاه او در روی سینه پیغمبر و رو دوش پیغمبر است اینقدر پایین میآید که او ظالمانه بالاترین
بالاترین و بیشترین ظلم در حق او روا داشته می شود. مظلومانه و غریبانه نه تنها خودش، فرزندانش، اصحابش، یارانش به شهادت می رسند و نه تنها به شهادت او اکتفا می شود، بلکه خانواده او اسیر می شود، اهل و عیال او اسیر می شود. کدام اهل و عیال؟ اون اهل و عیالی که زینب کبری یادگار فاطمه زهرا سلام الله علیها است. وقتی که زینب کبری در میان مردم کوفه سخن میگوید، مردم به یاد سخنهای امیر المؤمنین و زمان حکومت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب میافتند. اینها به اسارت میرود و جای تعجب ندارد که ما هم در این زمان خودمان و در این زمانی که امکانات و ارتباطات و رسانه‌های جمعی وجود دارد بگوییم ما جامعه ما در جهالت گرفتار نشود. این خطر کی وجود دارد و از کجا به وجود می آید؟ این خطر از اینجا به وجود می آید که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صلوات خدا فرمود. این خطر از اینجا به وجود می آید که پیامبر بزرگوار اسلام فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. اگر ما شاخص را گم کنیم، تجسم عینی دین و دیانت و ارزش‌های انسانی را گم کنیم و این در بین ما دچار شبهه و تردید شود، کماکانی که امروز رسانه‌های جمعی دنیا این مطلب را برای جوانهای ما و در خانواده‌های ما و در فرزندان ما امروز مورد هجمه قرار داده است که ما در یک جنگ بسیار بسیار نابرابر شناختی قرار داده است، در یک جنگ نابرابر شناختی و معرفتی. کما اینی که دشمنان امروز از جنگ روبرو و نظامی در برابر ملت‌های مسلمان و کشورهای اسلامی در خیلی از نقاط دنیا امروز ناامید شدند، اما جنگ نابرابر شناختی و معرفتی ناامید نشدند و بلکه بیشترین امیدشان به این جنگ است که بتواند این جنگ را نه تنها در میدانهای مبارزه رسمی بلکه در درون خانه‌های ما و در درون بسترهای ما و در فرزندان ما امروز چون این جنگ را امروز روا داشتند و به روی کار آوردند. امروز عاشورا را به تردید گرفتار می‌کنند. عاشورا دیگر چی معنا دارد؟ حسین زمانش گذشته است، عاشورا زمانش گذشته است. ما باید به امروز به زمان خودمان بیاندیشیم و ما باید چه کار کنیم؟ این جنگ شناختیه. ارزش‌های دینیتون را مورد تردید قرار می‌دهد، مورد تردید قرار می‌دهد. الگوهای دینی و مذهبیتون را مورد شک و شبهه قرار می‌دهد. دیگر کدام دختر خانواده ماست که امروز زینب را به مانند مادرانشان الگویشان بدانند و یا فاطمه را الگوی حیا و عفت و پاکدامنی و حجابشان بدانند. این یک جنگ شناختیه. ما در چنین جنگ شناختی قرار گرفتیم. امروز برای یک جوان ما الگویش و بالاترین اسوه‌ای در زندگیش اون هنرپیشه فلانی کذایی در آمریکا و در اروپا و سایر ملل دنیا هست. بازی‌های کذایی را که در همین صفحه‌های گوشه‌ها برایشان قرار می‌دهند ما تو نمی‌دانیم که چه به خورد بچه‌ها و فرزندان ما و نسل ما امروز می‌دهند. ناخودآگاهانه برای بچه‌های ما امروز الگو تعیین
تعیین میکنن، رتبه تعیین میکنن. و وقتی که الگوهای ما این گونه شد، الگوهای دین ما، الگوهای مکتب ما، مذهب ما در یک جنگ نابرابر شناختی و معرفتی دچار تردید و دچار شبهه قرار میگیرد. و کم کم خودمان شک میکنیم که نکنه از خدای نخواسته ما این همه سال قربانی میکردیم، این همه سال در این راه فداکاری میکردیم، هزینه ها میکردیم، ما به اشتباه میرفتیم. اما دین به ما میگوید من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیه. درست جاهلیت قدیم و جاهلیت اون روز ممکن است در جامعه ما سنت های قدیمی که در اون روز وجود داشت با اون چهره و با اون لباس و با اون قیافه در جامعه ما پیاده نشود. اما جاهلیت دیگر و با شکل مدرن خودش امروز در جامعه ما رخ بنماید که خانواده را دچار اضمحلال و دچار لرزش بنماید، ارزش‌های خانواده دچار لرزش بشود، پیران و بزرگان و پدران و مادران دیگر در جامعه ما ارزش نداشته باشند، احترام نداشته باشند، به آنها ارزش و اهمیتی گذاشته نشود. و این جنگ شناختیه که ارزش‌های دین ما، مذهب ما، مکتب ما دچار لرزش شده است و دچار تردید شده است در فکر بچه‌های ما و در فکر جوانهای ما. اما این چرا می‌طلبد؟ این را می‌طلبد که ما باید امروز در خواب غفلت نمانیم و از عاشورا این پیام را بگیریم که با روز و زبان روز و با امکانات روز خودمان را و زمانمان را و بچه‌هایمان را و جامعه‌مان را مجهز کنیم. ارزش‌های دینیمان را و ارزش‌های مکتب و مذهبمان را در قالب زبان روز و در قالب تربیت زبان روز ما در به خورد جوانهایمان بتوانیم بدهیم. این یک هنری دینی و مذهبی و مکتبی ماست. البته کار هر کسی هم نخواهد بود، کار هر کسی هم نخواهد بود. این هنرپیشه خودش را میخواهد که امروز بتواند الگوهای دینی را و الگوهای مکتب و مذهب را امروز در قالب اسوه‌های روز بتواند به جوانهای ما معرفی کند. یک بار دیگر حسین مظهر آزادی و آزادگی می شود و مظهر ارزش‌های این دین و انسانیت و کمالات انسانی بشود. و زینب سلام الله علیها پیام آور خون شهدای کربلا امروز برای من و شما و برای فرزندان من و شما و خواهران من و شما و دختران من و شما الگو باشد. این رو میخواهم بگویم. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالة و حیرت زلاله. در گمراهی به سر نبریم، در گمراهی زمان خودمان به سر نبریم، در جهالتی ندونی که امروز دارد پای گذاری می شود و به خودی جامعه و جوانها و فرزندان ما داده می شود، ما باقی نمانیم و گرفتار نشویم. بحق محمد يا هاني بحق علي يا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. إله پروردگار تو را به اسماء حسنای و به خوبان نیکان مقربان درگاهت و به پریشانی حال زینب و اطفال حسین سوگندت میدهیم. امروز این جمع
جمع ما مردم ما آمدن در ازای آقا امام حسین امامشان امروز اشک ریختن نظر کردن خیرات دادن قربانی دادن پروردگار ما را قبول بفرما اله پروردگار این تعزیه داری و این لوح خانی ها عرض ارادت ها اله قبول درگاهت بفرما ثوابش را هدیه به ارواح انبیا اولیا علما صلحا شهدا حقداران این مرزبون اونهایی که ملت و مردم ما را سر مکتب امام حسین نشاندند و الفبای محبت حسین آشنا کردن قرار بده اله پروردگار کریما رحیما عزت این ملت مردم برآورده بفرما عزت دین ما مذهب ما مکتب ما برآورده بفرما اله پروردگار راه این ملت مردم را به سوی صلاح رستگاری فلاح سعادتمندی دنیا و آخرت خودت باز بفرما لا پروردگار نعمتها شدائد مشکلات بلاهات این ملت و مردم رفت و دست بفرما برکتها رحمتهایت را بر این ملت و مردم ارزان بدار اله پروردگار کریما رحیما بدخواهان دین ما مذهب ما مردم ما جامعه ما اولا هدایتشان بفرما اگر قابل هدایت نیست در نست و نابود مخذول و ریشکن بفرما اله پروردگار کریما رحیما در بین این ملت و مردم وحدت صمیمیت برادری محبت در سایه ایمان در سایه قرآن در سایه ولای اهل بیت ولایت بفرما تفرقه ها نفاق ها دستگی ها از بین ملت و مردم رفت و دست بفرما اله پروردگار کریما رحیما نسل ما نوامیس ما در پناه قرآن در پناه دین و مذهب حفظ بفرما از همه خطرات زمینی و آسمانی از همه خطرات توتاهای آخر الزمانی ما را حفظ بفرما اله پروردگار هم حوائج ما این است که تعجل در امور مولای حجت ابن الحسن بفرما حوائج مشروع مد نظر از ملتمسین منظورین از این ملت و مردم جمع حاضر برآورده با خیر بفرما در سایه دین در سایه قرآن در سایه ولای اهل بیت برای ملت و مردم ما و حسن عاقبت عنایت بفرما اللهم اقض حوائجنا الشرعیه جزئیه و کلیه دنیویه و اخرویه بجاه محمد وآله خیر البریه رحم الله من يقرأ الفاتحة إلى أرواح الشهداء والمؤمنين مع الصلوات